درود، ارمیا هستم و قراره تو این ویدیو بهتون نشون بدم چطور میشه یه طرح گرافیکی با رزولوشن خیلی پایین رو به یه طرح گرافیکی با رزولوشن خیلی بالا تبدیل کرد. توی این روش قراره که دو تا عکس رو بررسی بکنیم، عکسی که سیاه‌سفیده و عکسی که رنگیه. مشتاقم که این روش رو باهاتون به اشتراک بذارم، امیدوارم شما هم باشین. پس بدون فوت وقت بریم تو کارش. گرافیکی می‌بینیم که لوگوی دیوم است، خیلی هم رزولوشنش پایینه و حالا قراره ما سعی کنیم رزولوشنش رو ببریم بالا. یه نکته‌ای که هست اینه که رزولوشنش کاملا خوب نمیشه. این کار ماشین نیست که چیزی رو بسازه، فقط میتونه یه سری چیزا رو اصلاح کنه. ما هم سعی می‌کنیم اصلاحش بکنیم. اولین نکته‌ای که هست اینه که سایز این عکس خیلی کمه، یعنی همینطور که اینجا می‌بینید 200 پیکسل در 245 پیکسله. به حالت طبیعیش هم که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که خیلی رزولوشنش پایینه. پس اولین کاری که میکنیم اینه که میایم تو قسمت ایمیج سایز، ابعاد عکسمون رو بیشتر میکنیم. من میخوام بذارمش روی 2000 تا بیشتر بشه اندازش. میبینیم که یه ذره سطح‌ها نرمتر شدن. حالا اوکی رو میزنیم تا درست بشه. خب ابعاد عکسمون بیشتر شد. کنترل 0 رو میزنیم که به کنوس فیت بشه عکس ما. خیلی خوب، حالا کاری که میتونیم اینجا انجام بدیم این هست که بیایم سراغ فیلتر، بلر، گاشن بلر رو بزنیم و سعی کنیم که تا جایی اینا رو بلر بکنیم که سطحایی که اینطوری موج دارن صاف بشن. بیایم اینجا اینا یکم بیاریمش بالاتر. اینجا مثلا خوبه به نظر من. حالا اینجا یه ذره کج و کله است، این عالیه ذره ببینم میتونم کمترش کنم یا ببینم که خوبه. به نظر من 8 تا 8 هم خوبه، اوکی رو میزنم. خیلی خوب، این از این. حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که این قسمت هایی که فدر شدن رو برگردونیم. یعنی همینطور که میبینین اینجاها یه ذره سفیده، اینجا سیاهه، بعد اینجاها یه جوری بینشه، یعنی نه کاملا سیاه نه کاملا سفیده. جوری که میتونیم کانترستش رو بیشتر بکنیم از اینجا معلوم میشه دیگه. یعنی کروز رو میتونیم انتخاب بکنیم یا لول رو انتخاب بکنیم. من کروز رو برمیدارم، میام اینجا این قسمت سفید رو قراره بکشمش جلو تا این قسمت های مرزی برن توتر، یعنی این قسمت های سفیدتر بشن و این قسمت سیاه رو بکشم جلو تا همون قسمت هایی که مرزش معلوم شده سیاه تر بشه. و بله، بدین حالت میبینیم که چقدر نرمتر شده. البته یه چیزی که هست اینه که 100% صاف و صوف نمیشه. گفتم ماشین کارش ساختن نیست، کارش فقط اصلاح کردن. ما سعی میکنیم که همون چیزها رو فقط اصلاح کنیم، این چیزها رو یکم تغییر بدیم یا ببینیم که کجا میتونیم یکم شکلش رو بهتر کنیم. فکر میکنم به نظر من اینجا شکلش خیلی بهتر از اون حالت قبلشه دیگه. این از حالت سیاه‌سفیدش. حالا اگه طرح گرافیکیمون رنگی باشه چی؟ تنها کاری که باید انجام بدیم اینجا، یعنی یه کار اضافه‌ای که انجام بدیم اینه که کنترل جی بگیریم، یه کپی ازش داشته باشیم. میگم چرا؟ کنترل کامل شیفت یو رو بگیریم برای اینکه دیسچوریت بشه، یعنی رنگش رو از دست بده. بعدش میریم دوباره توی ایمیج سایز، این دفعه دوباره اندازه‌ش رو میذاریم روی 2000، ولی اینجا خیلی قیافش خوب نیست دیگه، یه ذره سفیدی داره و اینا. مثلا بین حالتهای دیگه‌اش چجوریه؟ خوبه. حالا اوکی رو میزنم تا ببینیم چی پیش میاد. خب اندازه عکسمون بیشتر شده. حالا میتونیم دوباره همون کار رو انجام بدیم، یعنی بریم توی فیلتر، بلر، گاشن بلر. اینجا اوکی رو میزنم. بعد حالا دوباره میام اینجا کروز رو باز میکنم، اینجا یه ذره تغییرش میدم که سفیدتر بشه، اینجا یکم تیره تر بشه و اینا دیگه. تهش یعنی همین دیگه، یعنی بهترین کیفیت دیگه میشه ازش در آورد. اینه متاسفانه اونجوری که انتظار داریم ریفاین نمیشه، چون گفتم چند دفعه ماشین کارش تولید کردن نیست. به خاطر همین یه عکس بد کیفیت وقتی میخواد
با یه کیفیت بهتر نمایش داده بشه یه ذره ممکنه شکلش عوض بشه. خیلی خب، حالا یه چیزی که هست اینه که این دیگه رنگی نیست. حالا کاری که باید بکنم اینه که آلت و کنترل و شیفت و ای رو با هم دیگه بگیرم برای اینکه یک لایه مرج شده از اینا ساخته بشه. مرج شده یعنی از همه این چیزایی که این پایین داشتیم الان یکی شدهش اینجا هست. حالا بریم تو قسمت سلکت. حالا با هر روشی که دوست دارین میتونین انتخابش بکنین. من دارم با کالر رنج انتخابش میکنم. شما میتونین هر روشی که میخواین استفاده کنین. شادو رو میتونم بزنم که تمام این سیاهی ها همه رو برداره، که ما با این فازینس و اینا ور بریم که قشنگ همه رو سلکت کنم. خیلی خب، اوکی رو زدم. بیام اینجا یه سالید کالر درست بکنم با رنگ مثلا قرمز. یه سالید کالر دیگه درست بکنم با رنگ مثلا آبی. بعد اینو بگیرم آلتو نگه دارم بندازم اینجا ریپلیس بشه. بله، کنترل پای رو بگیرم برای اینکه ماسکمون پشت رو بشه. یا حالا میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم. بیایم اینا رو مثلا خاموش بکنیم چون دیگه بهشون نیازی نیست واقعا. حالا مثلا میتونیم سامپل بگیریم اینا رو خاموش بکنیم، بعد بگیم که مثلا بک‌گراندت این شکلی باشه، بعد فورگراندت دقیقاً این شکلی باشه، این رنگ باشه. اوکی رو بزنیم و اینا دیگه این شکلی میشه. به همین راحتی. تو این ویدیو بهتون نشون دادم چطور میشه طرح گرافیکی با رزولوشن پایین رو به یه طرح گرافیکی با رزولوشن بالا تبدیل کرد. شما با لایک و کامنت و سابسکرایباتون لطفاً منو حمایت کنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین با دوستاتون به اشتراک بذارین تا یه ویدیوی دیگه ما رو باشید.